زنان همواره به خاطر جنسیت، تفاوت‌های فیزیکی و نقش‌های اجتماعی با چالش‌های زیادی روبرو بودن و با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کردند. اما طبیعتاً اوضاع برای همه یکسان نبوده و بعضی شرایط به مراتب سخت‌تری رو تجربه کردند. برای مثال شرایط تعداد بالایی از زنان در بنگلادش خیلی متفاوت‌تر و اسفبارتر از چیزیه که بشه فکرش رو کرد. ترکیبی از موقعیت جغرافیایی، فرهنگ و سیاست‌های زن‌ستیزانه اوضاع را به قدری سخت کرده که باعث شده زنای زیادی ناخواسته در معرض تنفروشی و ازدواج‌های اجباری قرار بگیرند. بنگلادش در جنوب قاره آسیا و در بخش شرقی هند واقع شده. 8مین کشور پرجمعیت دنیاست و یکی از پرتراکم‌ترین کشورها به لحاظ جمعیت محسوب میشه. علاوه بر این، کشوری زلزله‌خیز و سیل‌خیزه و مردم همیشه با حوادث طبیعی دست و پنجه نرم میکنن. بیش از نیمی از مردم این کشور در فقر به سر میبرن و سوء تغذیه بینشون بیداد میکنه. علاوه بر اون سطح سواد عمومی خیلی پایینه و آمارها نشون میده که حدود 30% از مردم این کشور باسوادن. در چنین شرایط آسیب پذیری برای انسانها، زنها ممکنه متحمل آسیب‌های بیشتری هم بشن. مثلا میتونیم به آمار بالای کودک همسری توی این کشور اشاره کنیم. بنگلادش بالاترین میزان ازدواج کودکان در جهان رو داره. در خانواده‌های فقیر به دخترها به عنوان بار اقتصادی نگاه میشه و برای کاهش مخارج خانواده اونها رو مجبور به ازدواج میکنن. به طوری که 29% دخترها قبل 15 سالگی و 65% قبل از 18 سالگی ازدواج میکنن. خیلی از این موارد هم در ازای دریافت شیربها و با فردی خیلی مسن‌تر از خودشونه. اقدامات دولت در این زمینه نه تنها مؤثر نبوده بلکه متناقض هم بوده. با وجود اینکه اونها قول دادن که تا سال 2040 به ازدواج کودکان پایان بدن، اما نخست وزیر این کشور در سال 2015 تلاش کرد که سن ازدواج دخترها را از 18 به 16 کاهش بده. حتی استثنایی هم در قانون بنگلادش وجود داره که دخترها در 16 سالگی میتونن با رضایت والدین ازدواج کنن. بنگلادش از معدود کشورهای مسلمونیه که فحشا درش قانونیه. برای مثال خانه کانداپارا در تانگیل قدیمی ترین و دومین مؤسسه بزرگ جنسی در برابر پول در این کشوره که از 200 سال پیش تا حالا وجود داشته و حتی یک بار هم بازسازی شده. امروزه اطراف این فاحشه خونه با دیوارهای 2 متری احاطه شده و مثل یک هتل غرفه‌های غذا و چایخانه درش وجود داره و قوانین و سلسله مراتب خاصی هم داره. سال 2016 بود که عکاس آلمانی ساندرو هیون که یک خبرنگار مستقل و اغلب با سازمان‌های غیر دولتی و خیریه کار میکنه، عکسایی از این مکان منتشر کرد که خیلی تکان دهنده بود. همچنین مصاحبه‌هایی با دخترای شاغل در کانداپارا انجام داد که شنیدنش قلب هر انسانی رو به درد میاره. کاجول دختر 17 ساله‌ای که در این فاحشه‌خانه بود به این خبرنگار گفت که در یک فاحشه‌خانه یک زن ضعیفه اما در عین حال از زنان آزاد بنگلادش قوی تره. سخت‌ترین زمان زمانی در نظر گرفته میشه که فرد تازه وارد این مکان میشه. به چنین دخترایی برده میگن و همه اونها زیر 14 سال سن دارن. اونها از خانواده‌های فقیر هستن یا توسط تاجرای برده فروخته شدن. دختران در اسارت باید از سرپرستشون اطاعت کنن و محکوم به کار مجانی تا 5 سال برای پرداخت بدهی‌های خانواده‌هاشون هستن. بعد از اینکه این دخترها به بدهی‌های خودشون رسیدگی کردن، آزادن که مشتری‌ها رو رد کنن یا کلاً اونجا رو ترک کنن. اما جامعه تمایلی به پذیرش دخترایی با چنین تجربه کاری در دل خودش نداره. بنابراین در بیشتر اوقات یک بار در یک فاحشه‌خانه بودن باعث میشه که یک دختر مادام العمر در اونجا بمونه. خیلی از این زنها هم معتقد هستن که کار در این مکان بهشون حقوق و آزادی بیشتری میده. اونا شوهرای ظالم و فقیری داشتن و یا از خانواده‌های از این جنس بودن. یکی دیگه از دخترایی که در این مکان بود هاشی نام داشت که روزانه حدود 9 تا 12 دلار به دست می آورده و در ازاش به 15 تا 20 مشتری خدمات می داده.
او یکی از صدها روسپی نوجوانی بوده که در کانداپارا در شرایط کاوس‌واری زندگی میکرد و مثل بسیاری دیگه از دختران اونجا برای اینکه چاق‌تر بشه تا برای مشتریهاش جذاب به نظر برسه از قرص‌های استروئیدی استفاده میکرد که کشاورزا برای چاق کردن دامهاشون استفاده میکردن. ممکنه فکر کنید با خروج از بنگلادش چرخه این خشونت‌ها برای یک زن بنگلادشی به پایان میرسه، اما واقعیت اینطور نیست و خیلی از اونها که با آرزوی رفاه بیشتر و برای کار به کشورهای دیگه رفتن باز هم مورد آزارهای جسمی، جنسی و روانی بودن. سال 1398 بود که گزارش‌هایی از رفتار خشونت‌آمیز با زنای بنگلادشی در عربستان واکنش رسانه‌ها و بعضی از شخصیت‌های سیاسی را به دنبال داشت. این زنای بنگلادشی که در کشور عربستان شاغل بودند دائما ضمن شکایت از بدرفتاری، برخوردهای خشونت‌آمیز و تعرضات جنسی کارفرماهاشون کشور را رها می‌کردند و به وطنشون برمیگشتند. حتی بسیاری از اونها در این کشور فوت شدند. جدای از مرگ و میر، شدت ضربه روحی و جسمی که به این زن‌ها وارد شده بود اونقدر زیاد بود که هنگام بازگشت به خونه سلامت روان خودشون رو از دست داده بودند. در پاسخ به اعتراضات اون سال وزیر امور خارجه بنگلادش گفته بود که تعداد اجسادی که به دست ما رسیده فقط 53 تاست که خیلی هم زیاد نیست و حتی مشخص نیست این افراد خودکشی کردن یا به مرگ طبیعی مردن. حتی در مورد بدرفتاری و شکنجه این زنای کارگر توسط کارفرماهای سعودیشون هم گفته بود که بعضی از اونا خودشون مقصرن چون با زبون عربی آشنایی ندارن و دستورات کارفرماها رو متوجه نمیشن و در نتیجه این رفتارها باهاشون میشه. این در حالیه که همون سال رسانه‌ها آمارهای کاملا متفاوتی دادن. توی گزارش‌ها اومده که از ژانویه 2015 تا اکتبر 2019 جسد 131 زن مستخدم بنگلادشی از ریاض به داکا پایتخت بنگلادش ارسال شده که بینشون 98 نفر اقدام به خودکشی کرده بودند و حتی 5 نفرشون کشته شده بودند. به طور کلی اطلاعات دقیقی از تعداد واقعی این زنها وجود نداره، اما طبق گزارش رسانه‌ها بیشتر از 13,000 زن توی همین بازه زمانی به خاطر خشونت‌ها از عربستان به خونه برگشتن و این روند همچنان ادامه داره. البته که این چنین شرایط اسفباری فقط برای زنای بنگلادشی نیست. گویا هر زنی که به این خطه وارد میشه با احتمال بالایی ممکنه به این سرنوشت دچار بشه. سال 2017 بود که خبرنگار رویترز مصاحبه‌هایی را با زنان مسلمان روهینگیا که در اردوگاه پناهجویان در بنگلادش بودند منتشر کرد که نشون میداد بسیاری از اونها که به دلیل خشونت‌های سربازان میانماری به این اردوگاه پناه آورده بودند در جنگ برای بقا و دسترسی به نیازهای اولیه‌ای مثل آب و غذا مجبور به روسپیگری شدند. این مصاحبه ها نشون میداد که بین این افراد کودکانی هم وجود داشتند که در طول یک روز تنها یک وعده غذا برای خوردن داشتند، مدرسه نمی رفتن و مخفیانه برای پول به این کار رو آوردن. تمام کسایی که به تن فروشی در این اردوگاه رو آوردن تقریبا روایت یکسانی داشتند. اونها تن فروشی می‌کردند به دلیل فقر، بدرفتاری اعضای خانواده و بیپولی. عواملی که اونها را چنان آسیب پذیر کرده بود که ناچار جذب این صنعت شدند و معمولاً به دلیل فقدان مؤسسات حامی حقوق زنان آسیب دیده نقطه پایانی برای این گرفتاری‌ها نبوده. در پایان باید اشاره کنیم که زنای زیادی در بنگلادش سالهاست برای بهره‌مندی از حقوق اولیه خودشون و زنای دیگه تلاش میکنن و با آموزش و آگاهی رسانی سعی در تغییرات در جامعه دارن. از جمله اونها میتونیم به زنان دوچرخه سواری اشاره کنیم که به اونها بانوی اطلاعات میگن و اینترنت رو با هدف ارتقاء دانش و سواد زنان به دهکده‌های بنگلادش میبرن تا در مورد تکنولوژی‌های روز دنیا به اونها آموزش بدن. همینطور تظاهرات‌هایی علیه تجاوز به کودکان، عدم پرداخت حقوق توسط کارفرماها و بسیاری موارد دیگه توسط زنها رخ داده. اما با این وجود هنوز راه طولانی پیش روی اونهاست. اگه این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً اونو با دیگران به اشتراک بذارید و برای دیدن ویدیوهای بیشتری در این زمینه ما رو دنبال کنید.